خب بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه اکسل. خب درس گذشته ما معرفی برنامه اکسل خواندیم، حالا کاربردش خواندیم، گفتیم که در کدام ساعت میشه استفاده بکنیم و همچنان گفتیم که یک ورکبوک ما از 255 تا شیت ساخته شده. هر شیت ما گفتیم از تیبل ساخته شده. تیبل ما گفتیم از کالم ساخته شده. کالم گفتیم تعداد 16384 تا کالم، 1,048,576 تا روست. حالا باز گفتیم که هر خانه ای که در اینجا میبینیم اینا رو به نام گفتیم سل یاد میکنه. سل گفتیم این شیت هست یونیک آدرس، یک آدرس دقیق داره، میگیم اسکال سل رفرنس که سل رفرنس میگه نمیره. این خود سل که است گفتیم که the combination of column heading and row heading از تقاطع روها و کالم ها به وجود میاد. خب دیروز هم ثبوت کردیم که 16384 کالم داشت، 1,048,576 تا رو. خب حالا ما میخوایم که از کالم اول به کالم 16000 برم. حالا رفتن از کالم اول به کالم 16000 کس یک کم وقت گیره نه. حالا ما میخوایم از شارکت استفاده بکنیم. کالم ایست، اینا گفتیم هر کدام از خود نام داره، کالم A، کالم B، کالم C. خب ما بخوایم از کالم اول تا کالم اخیر برم، کنترل میگیرم بارکی سمت راست. کنترل بارکی سمت راست مستقیم در کالم 16384 کالم رفتم. حالا بخوایم در کالم اول بریم، کنترل بارکی سمت چپ. ما میخوایم در رو برم، گفتیم که تعداد روها کس 1,048,576 تا است. خب بخوایم که در آخرین رو برم، کنترل میگیرم بارکی پایین. کنترل بارکی پایین. حالا مستقیم ما میریم در روی آخر. حالا پس بریم در روی اول، دوباره کنترل میگیرم بارکی بالا میریم، از کیبورد پرس میکنم، میم در قسمتی چند روی اول. خب دیگه برای تمرین در برنامه ورد که بود، ما می آمدیم از یک فرمول کار میگرفتیم، میگفتیم مساوی رن قوس باز قوس بسته. قوس هم می آمدیم بسته میکردیم، برای ما به اندازه 5 پاراگراف درج میشد. حالا اینجا زمانی که من مساوی نوشته میکنم، خب هر بخشی که حالا هر تکسی که استفاده کرده باشم بعد از مساوی، بازم برای ما نمبر میکشه، چون گفتیم برنامه اکسل برنامه محاسباتی است. مساوی نوشته میکنم، این فرض میکنه، خیال میکنه که ما محاسبه اینجا انجام میدم. بس بخوایم که اینجا یک متن آماده شده درج بکنم، چه قسمی درج بکنم؟ دیروز کار کردیم، سوار انتخاب میکنم، سوار مثلا آمدیم نوشته میکنم، مثلا احمد، از کیبورد چی کنترل با انتر اینجا آمدیم درج کردیم. ببینین برنامه اکسل که از 40% همخوانی داره با برنامه ورد. میم از گروه فون شروع میکنیم، از تاب هوم، مینوی هوم، میم گروه فون میگیم یا کومنز فون میگیم. داخل کومنز ها داخل گروه آپشن قرار داره. حالا گفتیم که برنامه اکسل 40% با برنامه ورد همخوانی داره. بیایم از اینجا بخش شروع کنیم. خب اولین کاری که میکنم، میم اینجا برش باردار اضافه میکنم. باردار هم چه قسمی اضافه میکنیم؟ اول باید ساحه سلیکت باشه، ساحه باید انتخاب باشه. یک قسم کم وقت گیر است، ببین چپ کلیک بگی کاش کی طرف انتخاب کن. ببین ما فقط یک خانش انتخاب کردیم، فقط میگم کنترل ای. یک خانش انتخاب کن، کنترل ای. یک قسمی راحت تره. بریم باردار اضافه بکنیم. بریم از بخش باردار کار میکنم. بریم اینجا باردار، اینا تقریبا تمامش کسته تکراره. باردار، باتون باردار در پایین یک خط ایجاد میکنه، تاپ باردار در بالا یک خط ایجاد میکنه، لیفت سمت چپ، رایت سمت راست. حالا ما میگم آل باردار هم نمیگم، میگم اوتساید باردار، فقط اطرافش باردار داشته باشه. جا میگم اوتساید. حالا فقط اوتساید یک خط است. دوباره کنترل ای، تمام ساین انتخاب میکنم. بیشتر اوتساید باردار داشت، این بار میگم باردار در اوتساید در اطرافش باردار باشه ولی ضخیم‌تر باشه، میگم تیگ اوتساید باردار. بیام بالای از کلیک میکنم، حالا ببین اطرافش هست باردار، ضخامتش بیشتره. دوباره بیایم سوار انتخاب بکنم، کنترل ای، از اینجا میگم که باردار داشته باشه ولی در پایین دو تا دبل باردار باشه. در پایین کس چیه؟ دو تا دبل باردار، دو تا خط ایجاد شده. اینا باردارا را تقریبا تمامش است تکرار. حالا بیایم قسمت سوار انتخاب بکنم، میم از کلان کردن یا خرد کردن فونت ها شروع میکنیم. بیایم سایز خط خود بیایم کلان بکنم یا بیایم خرد بکنم. خب در ورد که بود ما شارکت استفاده میکردیم، شارکتی که به اندازه دو خانه کلان بکنم، کنترل شیفت بالا میکلان، خرد بکنیم کنترل شیفت بالا میخورد بود. حالا بیایم از شارکت کار بکنم، شارکت ها کار نمیکنه، بعضی شارکت ها کار نمیکنه. بخوایم به اندازه یک خانه کلان بکنیم، کنترل با بریکت بسته، حالا شارکت ها کار نمیکنه، بعضی شارکت ها کار میکنه، تمامش نه. حالا بخوایم که تکست در وسط باشه، کنترل ای هم کار نمیکنه.
پس میایم اینجا از بیشتر از آپشن بریم کار بکنیم. ساعت انتخاب میگیم بولد شه. حالا بولد درست است، از شارکت کار میکنه. میگیم بولد شه، بولد شد، ایتالیک شه، کشیده شد، اندرلاین زیرش خط ایجاد شه. حالا اینجا یک گزینه دیگه جدید اضافه شده، یکی اندرلاین است، یکی دبل اندرلاین. یکی اندرلاین یک خط ایجاد میکنه، دبل اندرلاین دو تا خط زیر ایجاد میکنه. دوباره میگم نه اندرلاین چی؟ اندرلاین نباشه. حالا دوباره میگم اینجا از هایلایت میکشم. دیگه بخش شیدینگ است. شیدینگ پشت سر تکست ما را رنگ میتونه. نوشته است که color the background of cell to make them stand out. خب حالا به اینجا بالا از کلیک میکنیم، یک شیدینگ برش اضافه میکنم. از این پوینتر رو خود میبرم. ببینید برنامه اکسل طوری است که تا زمان بریم چپ کلیک، حالا بیشتر اکثرش که همون قسم است، تا که چپ کلیک نکنیم دیده نمیشه، ولی اینها بخشش میشن. ببینیم من میگم که این قسم یک رنگ داشته باشه. حالا بریم از اینجا یک رنگ انتخاب میکنیم، یک رنگ باشه. قسم یک رنگ داره. بریم تمامش کنترل ای میگم باردر داشته باشه. در بخش باردر میگم آل باردر، تمامش باردر داره. خب بعد از اون بخوایم که خط خود به اندازه دو خانه خرد بکنیم، در اینجا میرفتیم ای خرد دو اندازه خط ما رو خرد میکرد. دیکریز فونت سایز، این که از اینکریز فونت سایز است، افزایش یا زیاد شدن سایز فونت ما یا خط ما. خب از شارکت استفاده نمیشه، اینا استفاده نمیشه. خب بخوایم که باز از عدد استفاده بکنیم، اینجا عدد خود درج میکنیم. از کیبورد تایپ کردم هر چقدر که تایپ شد. دیگه بیشتر باز گفتیم که برای عنوانا میایم سایزش نوعیت خط خود ایمپکت میگیریم. حالا ایمپکت اینی فونت میگن، این ایمپکت است، فقط اون یک سایش انتخاب بود، اینی رو ایمپکت میگن. خب بیشتر عناوین استفاده میشه. حالا باز اینجا اگه بیایم کار بکنیم، بهتر تایمز نیو رومان بگیرم. تایمز نیو رومان فرمال است، خطی است که رسمی است. در بیشتر کتابا منی استفاده میشه. تایمز نیو رومان ما آمدیم این شکل آلده به خود داره. خب این از بخش گروپ فونت ما بود. حالا بیایم اینجا در بخش رنگا فونت کالر هم مقسم. بخوایم رنگ قلم خود بیایم تغییر بدیم. حالا هر قسم که خواسته باشه اون شکل تغییر میکنه. اون گریدین باز نداره. در برنامه ورد که بود ما میتونستیم همزمان چندین رنگ تکسی ما داشته باشه. حالا بریم در قسمت گروپ کلیپبورد. گروپ کلیپبورد که از اینجا بخوایم که کپی بگیریم، پیست بکنیم، اینجا وجود داره، کات بکنیم، انتقال بدیم. فرمت پرینتر هم اینجاست. خب فعلا اینا غیر فعاله. چه زمان فعال میشه؟ بریم ساحر از کپی گرفته باشه. در برنامه ورد که بود 4 قسم کپی بود. ببینید ساحر انتخاب میکنم، کنترل ای، کنترل سی، شارکت ها کار میده. ببینید در اطراف از این که از اون قسمت ها خطی که اطرافش وجود داره در حال گردش است، یعنی چی مفهوم میرسونه؟ آماده کپی گرفتن، آماده کپی شدن. حالا به پیست باز کو. اینجا ما تقریبا 8 قسم 9 قسم پیست داریم. در برنامه ورد که بود 4 قسم پیست. ببینین ما سوال محاسبه انجام ندادیم. حالا بریم یک سوال محاسبه مثلا اینجا انجام بدیم، یک قسمت از اینا. ببینین این قسمت اومدم چی کردم؟ دیلیت زدم. برنامه اکسل طوری است که حالا در یک قسمت می کار انجام میدیم. ببینین من نوشته کردم 6 نوشته کردم، اینم نوشته میکنم 7. خب اینجا هم نوشته میکنم، میگم به اندازه دو خانه زیاد شه. اینجا هم 2 نوشته کردم، اینجا هم اومدم 2 نوشته کردم. خب نه اینی که 6 نوشته کردیم، میره 8 نوشته میکنیم. 8 اینجا 7 نوشته کردیم، میره میگم 9 نوشته میکنم. حالا اردو ساحر اردوش انتخاب کو بگی بکش تا باخره. اینم اردوش انتخاب کو بیا بکش تا باخره. ما میخوایم جمع بکنم. برنامه اکسل که طوری است که فقط کالم اول یا روی اول که جمع کردم، دیگرایش خود اکسل محاسبه را انجام میده. مساوی نوشته میکنم. حالا از طریق فانکشن هم میشه کار انجام بدیم، از طریق فرمول هم میشه. یکی فرمول گفتیم، یکی فانکشن، اردوش میشه جمع بکنیم. حالا فرق بین فرمول فانکشن چیه؟ در ساق پیش رفت باز به صورت تخصصی بالا اینا بحث میکنیم. این مساوی نوشته کردم، سم جمع منو میده. خب قوس باز این سوار انتخاب کو، قوس بسته چی؟ انتر بی. اینه میره فرمول طبیعی تو با آخره بکش. تمامش دیگرایش خود اکسل جمع میکنیم. تا آخره گرفتم ریکشید. فقط من خانه اول جمع کردم، دیگرایش برنامه اکسل کار انجام داد. خب اینا رو میره کپی میگیرم، کنترل ای میگم، کنترل سی میگم، اینجا در کجا پیست میکنی؟ حالا در پایین میگم. اینجا کرسر خودم میمونم، هر جای کرسر خودم موندیم مخانه رو انتخاب کردم اونجا پیست میشه. ببین در پیست اومدم، این پیست اول که از پیست معمولی است. چیزی که در بالاست در پایینم کپی میشه. دومیش رو انتخاب بکنم،
فقط تکست کپی میشه، فرمتاش کپی نمیشه. بیایم اینی رو انتخاب بکنم، فرمولا نمبر فرمتینگ. فرمولا نمبر فرمتینگ چی است؟ اینجا برای ما میگه، اینجا اینا ما انتخاب میکنیم 13 فرمولا است، اما بخش فرمولایش هم کپی شده. فرمولاش است که برای ما روشش نشان میده که حالا 13 از کجا شده، چون فرمولاش کپی گرفتیم، طریقه جمعش هم کپی گرفته. حالا 13 از کجا شده؟ میگه که سم شده، جمع شده. کدام؟ G14 با H14 از کالم G روی 14 با کالم H روی 14 جمع شده. خب شده 13. حالا قسم میم کار انجام میدیم. دوباره ما کنترل زید میگم، سوار انتخاب میکنم، میم در قسمت دیگه بخش کیپ سورس فرمتینگ است، اون شکلی که فرمتی که هست اون قسم کپی میشه. حالا بیایم از قسمت گزینه کار بکنم، بهتر کار میشه. ببینین خب اینا از اینجا میشه کار بکنیم، یا بیا تنظیماتشو باز کن. گزینه داریم به نام چی؟ پیست اسپیشال. بالا پیست اسپیشال کلیک میکنم، اینجا بیشتر فرمولا کپی شه. حالا فرمولا میگم، فرمولا که از بیشتر کپی گرفتیم، اون طریقه جمعش هم برای ما نشان میداد. این بار فقط میگم ولیو. ببینین ولیو که درج میکنم، میگم اوکی. ولیو کرسر خود در خانه 13 میمونم. ببینین در فرمولا بار فقط 13 نشان میده، فرمولا طریقه جمعش برای ما نشان نمیده. ما گفتم برای باعث یک مقدار، باعث یک عدد، باعث نمبر برای ما کپی کن، پس طریقه جمعش نشان نداد، اما نمبرش درج کرد. دوباره کنترل زید میگم، حالا میگم باز پیست اسپیشال. این بار میگم فرمتش برای کپی کن، فرمت انتخاب میکنم، میگم اوکی. ببینید زمانی که فرمت میگیریم تنها تیبلش برای ما کپی میکنه، تکست نمیکنه. فرمت حالا اون بخش شیدینگ است، بوردر. دوباره کنترل زید میگم بخش پیست، اینجا میگم پیست، میگم پیست اسپیشال. خب بعد از گزینه داریم به نام کومنز. حالا کومنزا باشه تنها کومنزا رو کپی میکنم، والیدیشن اینا رو باز بیشتر بالاش بس میکنیم. خب میم بخش دیگه از اینجا بخوایم که باعث حالا در اینجا میم بیشتر ولیو رو کار کردیم، ولیو بود. اینی که ولیو نمبر فرمتینگ هم نمبرام کپی میشه که بیشتر تشریح کردیم اینجا. حالا من نمبر فرمتینگ انتخاب بکنم 13. خب اینی شکل است. حالا دوباره من یک بار کنترل زید بگم، شکل اول بیایم اینجا. خب اینا در بالا هم است، هم مقدارش برای ما نشان میده، هم فرمتش چی است؟ سورس فرمتینگ. هم مقدار هم فرمت منظور اون باردرش هست و بخش شیدینگ که اضافه کردیم. حالا بیا اینجا گزینه داریم به نام فرمتینگ، بیشتر کار کردم، تیبل برای ما کپی میکنه. گزینه دیگه داریم، ببینید پیست لینک، کپی میکنه تکست ولی با اصلی لینک است. ببین پیست لینک. حالا بیا میره چپ کلیک بکنم، ببینید این ساحه را من این یک بخش از رو پاک میکنم، من را زوم اوت بکنم. این از آخر آمدم چی کردم؟ اصلی از رو دیلیت زدم. ببین در پایین چی شد؟ صفر شد، لینک هستم. حالا بیا اینجا 14 نوشته کن، اینجا نوشته میکنم که 14. کنترل با اینتر. ببین در پایین بیا، در پایین اینجا هم 14 نوشته شد. خب ذخیره است، خب کپی شده ولی با هم لینک. دوباره من ساعت کنترل زید میگم، شکل اول بر بگرده. خب دیگه بخش پیکچر باعث تصویر برای ما کپی میکنه. ببین باعث پیکچر ذخیره کردیم. حالا پیکچر موویبل است، قابل انتقاله، هر جای خواسته باشه میره انتقال میده، ولی ادیتیبل نیست. تغییرات در اصلی بیارم، در اینجا تغییرات نمیاره. من میگم ایرا باعث پیکچر ذخیره کو، کپی کو، ولی با اصلی لینک باشه. در اصلی تغییرات میارم، در تصویرم باید تغییرات بیاره. به بک اسپیس بزن، دوباره در قسمت پیست بیشتر میگفتیم پیست پیکچر، پیست از پیکچر باعث تصویر برای ما ذخیره کنه. این بار میگم باعث تصویر ذخیره کنه، کپی کنه، ولی با هم لینک باشه. ببین لینک پیکچر. حالا بیا بالا از کلیک کو، باعث پیکچر اینجا کپی شد. بیا تغییرات بیار. در بالا مثلا من این قسمت آمدم چی میکنم؟ دیلیت میکنم. ببین این ساحه رو دیلیت کردم، پایینم دیلیت شد. تصویر است، پیکچر، ولی با اصلی خود، با سورس خود کسا ارتباط داره. تغییرات اصلی بیارم، در اینجا هم تغییرات این بک اسپیس میزنم. حالا باز با درسایی که پیش رو بیشتر با اینا آشنا میشم. ما دوباره کنترل زید میگم، شکل اول خود بر بگرده. دیگه باز کات است، کات هم شارکتش کنترل ایکس انتقال میده. چی بیم کنترل ایکس بگم، چی اینجا علامت سیزرز قیچی
شکل. حالا این رو بیایم اینجا در قسمت پایین اینجا میگم کنترل وی، کنترل ایکس گرفتم یا کنترل سی گرفتم. خب اگر کپی بگیریم هم پیست میکنیم، اگر کات بگیریم هم پیست میکنیم. کنترل وی میگیریم میگیم کنترل سی هم میگیریم میگیم کنترل وی، کنترل ایکس هم بگیریم میگیم کنترل وی. حالا دوباره سوار انتخاب میکنم میگیم کنترل ایکس، در بالا میگیم کنترل وی. ببینین فرمت پرینتر چی کارو میکنه. فرمت پرینتر کس تغییرات بالای یک متن دیگه میاره. قبلا هم در برنامه ورد کار کرده بودیم. این سوار من انتخاب میکنم، مثلا ما اومدیم یک تکست نوشته کردم میگم فرمت بالایی کس در پایین چی شه کپی شه. حالا اگه بیایم میره شیدینگ بتوم، بوردر بتوم، نهایت خط متایم نیورومان تایمز نیورومان بتوم، این یکم وقت گیره. پس یکم وقت گیر نباشه، بیایم اول کس اینی فرمتی رو که میخوای کپی کنی از اون انتخاب کو، بگو فرمت پرینتر. حالا فرمت پرینتر ببین پوینتر شکل بورس به خود میگیره. بالای نمایی که میخوایم تغییرات اعمال شه، بالا تغییرات بالاش به ببین فقط بورس بکش. حالا چی شد؟ تغییرات در بالا بود، در اینجا بود. نوعیت خط، شیدینگ، باردر، نمون سایزش، تمامش هم شکل شد. خب این از بخش گروه فونت ما گروه کلیپ بورد. دیگه بخش الاینمنت میمونه.